250 گرم اسفناج خرد و شسته شده رو توی قابلمه میریزم و اجازه میدم 15 دقیقه با شعله ملایم بپزه. نیازی نیست آب اضافه کنیم چون اسفناج خودش آب میندازه. آب اسفناج تبخیر شد، شعله گاز رو خاموش میکنم. داخل یک تابه مقداری روغن میریزم و یک عدد پیاز متوسط خرد شده رو اضافه میکنم. پیازها رو تفت میدم تا طلایی بشن. اسفناج پخته رو اضافه میکنم و تفت میدم. بعد از اینکه اسفناجا سرخ شدن مقداری زردچوبه، فلفل سیاه و نمک اضافه میکنم. یک قاشق غذاخوری کره هم اضافه میکنم و بعد 2 عدد تخم مرغ رو داخل تابه میریزم و هم میزنم. میتونید تخم مرغا رو هم نزنید. نرگسیمون آماده سروه. پیشنهاد میکنم نرگسی رو با آب لیمو ترش تازه میل کنید. نوش جان.